خانه‌ای که پدر در آن نباشد خانه بی برکت است. پدر و مادر دو دروازه جنتن که در خانه تو باز شده اند. تو به کدام سو روان هستید؟ کدام دروازه دیگر را میزنید؟ دروازه بهشت در خانه‌ات باز شده است. کدام دروازه را میزنید؟ چرا از این دروازه به بهشت نمی‌درایید؟ دروازه بهشت در خانه‌ات باز شده است. از پدرتان حکمت را بیاموز، از پدرتان تجربه را بیاموز، از وضعیت خود و اولادت دائم به پدرتان گزارش بده. پدر خوشحال می شود که از نواسه‌هایش برایش بگویید. هرچند که پدر نگوید بچه‌ام قصه کن برایم، بدون او که از تو درخواست بکند تو برایش قصه کن. تو از اولاد خود بگو، تو از خانواده بگو، تو از آینده بگو، تو از آنچه که اتفاق افتاده است برایش بگو که او خوشحال می شود. در تمام امور با پدرت مشوره کن. پدر موسفیدت را آزاد بمان، او را بمان هرچی که خودش دوست دارد انجام بدهد، نه آنچه که تو دوست دارید انجام بدهد. او برده و غلام تو نیست. بسیاری از اولادها جوان شدند، ماشاءالله، انجینر، دکتر، عالم، مولوی، وزیر شدند. الان انتظار دارن که بله پدر دیگه این کلا را به سر نکن، پدر این قسم دیگه نگرد، پدر این قسم عمامه را نپوش، پدر این قسم لباس را نپوش. تو بر لباس پدرت میشرمید. او را آزاد بمان، او برده تو نیست، او غلام تو نیست. او را بمان آنگونه که خود دوست دارد زندگی کند، نه آنگونه که تو دوست دارید. او را بمان آنگونه که خود دوست دارد زندگی کند، نه آنگونه که تو دوست دارید. تو ارباب او نیستید که تو به او فرمان بدهید. او آقا و سرور این خانه بوده است یک روزی و الان پیر شده است. بمان که آقا و سرور باقی بماند، بمان که آقا و سرور باقی بماند. اجازه ندهید که پدر موسفیدت احساس بکند که دیگه پیر شده است، احساس بکند که بله دیگه الان دیگه از او گذشته است. چون این احساس را در وجود پدرت نیاور. این ظلم است در حق پدرتان که او این احساس را بکند که بله وجودش الان در خانه بی معناست. این چه ظلمی است که در حق پدر روا می دارد. الان پدر احساس می کند بله من الان دیگه یک موجودی بدون اراده هستم، الان وجودم من بی معنا است، الان من دیگه ارزشی در این خانه ندارم. او را در یک کنجی مانند دکور خانه مانده اید که بله این پدر ما هست. پدر بدون اراده، پدری که وجودش هیچ معنا ندارد، پدری که از او کسی مشوره نمیخواهد، پدری که هیچ اراده از خود ندارد. در روایت صحیح مداری که رسول خدا فرمودن اثنان یعجلهم الله فی الدنیا البغی و عقوق الوالدین. دو چیز است که در همین دنیا خدا عذابش را میدهد قبل از آخرت. یک زنا، دوم نافرمانی پدر و مادر. و فرمود ان اکبر الکبائر عقوق الوالدین. بزرگترین کبیره ها نافرمانی پدر و مادر است. بزرگترین کبیره ها نافرمانی پدر و مادر است. یکی از آن مسائل و از آن رفتار و کرداری که منجر به عاق شدن فرزند می شود این است که شما پدر و مادرتان را بگریانید، به سبب شما گریه کنند، به رأی و نظر و مشوره پدر و مادر توجه نکنید و به رأی و نظر آنها بی‌اعتنایی کنید. صدایت را بر بالای پدر و مادر بلند بکنید و سخنان زشت از دهنتان بیرون شود. مدت ها می گذرد و به ملاقات پدر و مادر نمی روید. در شهر کابل زندگی می کنید، پدر و مادر در فلان ولایت هستند و هفته ها گذشته است، ماه ها گذشته است و تو به ملاقات پدر و مادر نرفته اید. قصداً بر بالای پدر و مادرت خرچ نکنید یا به آن مقدار خرچ نکنید که بر بالای فرزند خودت و بر بالای اولادت و زنت خرچ میکنید. تو به این باور هستی پدر پیر شده است، مادر هم پیر شده است، الان دیگه نواسه هایشان کلان میشوند، الان دیگه دوران زن ما هست، بر بالای او خرچ میکنید بیش از آن چیزی که بر بالای پدر و مادر خرچ بکنید. این که به پدر و مادرش با غضب و خشم نگاه بکند، نه این که با زبان چیزی بگوید. او خدمت شما عرض کردم، با خشم با غضب نگاه بکند به سوی پدر، به سوی مادر. چون تنها به چهره مادر یک بار نگاه کردن با خنده، با خوشرویی، به اندازه یک حج و عمره ثواب دارد. تا اینجا بعضی از رفتار فرزند را عرض کردم که در مقابل پدر و مادر منجر به عاق شدن فرزند می شود. اما رفتاری که منجر به خوشی و خوشحالی والدین می شود به طور خلاصه عرض می کنم. اول اینکه
پدرتان را با بهترین نام یاد بکنید. صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هنگامی که با پدر و مادر روبرو می شدن می گفتن یا سیدی، یا سیدتی، آقایم، اینطور می گفتن. و بعضی از علما هنگامی که با مادرشان روبرو می شدن می گفتن یا امیرتی، یعنی ای فرمانده من، یعنی ما مأمورم تو فرمانده است. با صدای آهسته و نرم گپ بزنید. قبل از پدرتان در غذا شروع نکنید. وقتی پدر یا مادر تو را صدا می کند فوراً بگو لبیک، هرچند که دستتان به کار بند باشد فوراً خود برسان. هیچ وقت آنها را از دعای خیر فراموش نکنید. تلاش کن که به نوع آنها را خوشحال بکنید. بعد از اینکه فهمیدید که در حق آنها خطا مرتکب شدید فوراً برو معذرت خواهی کن. بعد از همه اینها بدان که تو در حق آنها هیچ کاری نکردی و حقش را ادا نکرده ای. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرد یمنی را دید که در اطراف کعبه مادرش را پشت کرده و طواف میکند. این مرد یمنی پرسان میکند، میگه یا عبدالله چه فکر میکنید؟ آیا ما حق مادر خود را ادا کرده ام؟ حضرت عبدالله میگه لا، نخیر، ولا بظفرة واحده، حتی به اندازه یک ناخن هم حق مادر را ادا نکرده.